للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم، از دیارهاشان برآورده شدند. از دیار، دار حولی، دیار حولی ها، از حولی هایی که در اونجا تولد شدند از اونجا برآورده شدند، از شهرشان بیرون کرده شدند. یعنی بیرون کرده شدند، یعنی دفع نکردن و مجبور کردن که شما هجرت کنید. نموندن که نماز گذارن، نموندن که قرآن خوانن، نموندن که ریش مانن، نموندن که حجاب پوشن، بعد مجبور شدن اونا برو آمدن از اون دیارشان. بنابراین الله تعالی که اخرجوا من دیارهم، از دیارشان برآورده شدن، یعنی اونو باعث شدن که اینا دیارشون ترک کردن. و اموالهم، مالهاشون هم ترک کردن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، مراد آنها از ترک این پول و مال، از ترک آن وطن، از ترک دیار محبوبشان این بود که یبتغون فضلا من الله و رضوانا، فضل الله تعالی را امید داشتن، رازگی الله تعالی را امید داشتن. و ینصرون الله و رسوله، میخواستن دین الله و رسول الله را نصرت دهند. اولئک هم الصادقون، اینا شخصیت هایی که صادق بودن در ایمانشان. اینا ایمانشان دروغین نبود، ما مؤمن، ما مسلمان. لیکن وضعیت همین خیل شد، خیلی به شهر یک چشمه روی یک چشمه میشوی، خیلی وضعیت که بیزی وست دیگه چاک کنیم. خیلی نگفتن اولئک هم الصادقون، اینا در ایمانشان راستگوی هستند. اینا واقعا مسلمان حقیقی بودند. اینا ذلت راضی نشدند، اینها درویگی را راضی نشدند. اینا ترک وطن کردند.